سلام دوستان، من حدیث هستم. خیلی خوش اومدیم برای حل سوالات مکانیک پرواز. قبل از اینکه وارد حل سوالات مکانیک پرواز بشیم، من اینو بگم که من سری سوالات مکانیک پرواز رو توی سایت برداشتم و از سال 1400 تا 1405 نبود، فکر کنم فقط 1401ش بود و سال 99 هم نبود داخل اون PDF که حالا سوالات هستن. اگه کسی سوالاتو داره حتما برام بفرسته، من کلیپ حلشو بذارم و اینکه من طبق این PDF سوالات پیش میرم. خب بریم سراغ سوال اول سال 1398. این سوال 3 تا قسمت داره. قسمت الف از ما میخواد عوامل مؤثر در هوا رو نام ببریم فقط. قسمت ب درباره تقسیم بندی جو بر اساس تغییرات دما خواسته و قسمت ج هم 3 نکته مهم درباره ارتفاع و تاثیر اون روی هواپیما و خلبان رو میخواد. پس قدم به قدم هر 3 قسمت رو بررسی کنیم. خب قسمت اول سوال میپرسه عوامل مؤثر در هوا چی هستن؟ 5 عامل مهم داریم: دما، فشار، چگالی، رطوبت و باد. این عوامل روی هواپیما و شرایط هوا تاثیر میذارن. مثلا تغییر چگالی هوا میتونه روی نیروی برا و عملکرد موتور تاثیر داشته باشه. پس برای قسمت الف این 5 مورد رو باید بلد باشیم: دما، فشار، چگالی، رطوبت و باد. حالا میرسیم به قسمت ب سوال. اینجا از ما خواسته شده جو رو بر اساس تغییرات دما تقسیم بندی کنیم. جو به 5 لایه اصلی تقسیم میشه: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوفوسفر، تروموسفر و اگزوسفر. اما یه نکته خیلی مهم داریم، فقط اسم این لایه ها رو نباید حفظ کنیم، باید بدونیم دما با افزایش ارتفاع توی هر لایه چه تغییری میکنه. حالا لایه ها رو یکی یکی بررسی میکنیم بعدش. اولین لایه تروپوسفر هستش. تروپوسفر پایین ترین لایه جو هستش و با افزایش ارتفاع دما توی این لایه کاهش پیدا میکنه. بعد از اون استراتوسفر قرار داره که اینجا دما با افزایش ارتفاع افزایش پیدا میکنه و بعد میرسیم به مزوسفر که درباره دما با افزایش ارتفاع کاهش پیدا میکنه. بعد از اون تروموسفر قرار داره که دما با افزایش ارتفاع افزایش پیدا میکنه و در نتیجه اگوسفر داریم که بیرون ترین لایه جوی است. پس روند تغییر دما روی اینا به خاطر بسپاریم که تروپوسفر میاد پایین کاهش پیدا میکنه، استراتوسفر افزایش پیدا میکنه، مزوسفر کاهش پیدا میکنه، تروموسفر افزایش پیدا میکنه. یعنی یه جوری یکی در میونه. حالا یه مقدار دقیق‌تر به این لایه ها نگاه کنیم. تروپوسفر پایین ترین لایه جو هستش و بیشترین پدیده های جوی مثل ابر و بارش توی این قسمت اتفاق میفته. بعد از اون استراتوسفر قرار داره و با دما با افزایش ارتفاع اونم افزایش پیدا میکنه. مزوسفر بعد از استراتوسفر قرار گرفته و دوباره کاهش دما داریم. بعد به تروموسفر میرسیم که دما با افزایش ارتفاع افزایش پیدا میکنه و بالاتر از همه هم اگزوسفر هستش که بیرونی ترین لایه جو محسوب میشه. پس چیزی که برای این قسمت خیلی مهمه ترتیب لایه ها و روند تغییر دما توی این لایه ها هستش. برسیم به قسمت ج. اینجا سوال از ما 3 نکته مهم درباره ارتفاع و تاثیر اون روی هواپیما و خلبان ها میگه. نکته اول این که با افزایش ارتفاع فشار و چگالی هوا کاهش پیدا میکنه و در نتیجه عملکرد هواپیما تحت تاثیر قرار میگیره و برای حفظ پرواز شرایط مناسب تری لازم داریم. نکته دوم مربوط به اکسیژن و خلبان هست. هرچه ارتفاع بیشتر بشه فشار جزئی اکسیژن هم کاهش پیدا میکنه و ممکنه خلبان دچار کمبود اکسیژن یا همون هیپوکسی بشه. نکته سوم مربوط به عملکرد پروازی هواپیما هستش.
وقتی چگالی هوا کم میشه، عملکرد آیرودینامیکی هواپیما تغییر میکنه و مواردی مثل اوجگیری، سرعت، عملکرد موتور تحت تاثیر قرار میگیرن. پس 3 نکته اصلی این قسمت میشه کاهش فشار و چگالی، کاهش اکسیژن و خطر هیپوکسی و تاثیر روی عملکردهای هواپیما. خب برسیم به سراغ جنبندی کل سوال. در قسمت اول یاد گرفتیم که عوامل مؤثر در هوا شامل دما، فشار، چگالی، رطوبت و باد هستند. بعد توی قسمت دوم جو رو بر اساس تغییرات دما به 5 لایه تقسیم کردیم: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوفوسفر، تروموسفر، اگزوموسفر. و در قسمت آخر هم دیدیم که با افزایش ارتفاع فشار و چگالی هم کاهش پیدا میکنه و این موضوع رو عملکرد هواپیما تاثیر میذاره. از طرف دیگه با افزایش ارتفاع اکسیژن قابل دسترسی هم کمتر میشه و به این موضوع میتونه برای خلبان مشکل ایجاد کنه. پس نکته اصلی سوال اینه که ارتفاع روی شرایط جو، عملکرد هواپیما و شرایط فیزیولوژیکی خلبان تاثیر مستقیمی داره. این شد کل سوال اول. هم عوامل مؤثر در هوا رو شناختیم، هم لایه‌های جوی رو بررسی کردیم و هم تاثیر ارتفاع روی هواپیما و خلبان رو یاد گرفتیم.